بزرگترین انفجار سال 2025 در بندر عباس. به گزارش تابناک دلیل اصلی این اتفاق حمل مواد نفتی حساس و آتشزا بوده که باعث ایجاد چند انفجار پشت سر هم شده و یک گودال بزرگ در منطقه به وجود آورده و صدای انفجار در شهرهای اطراف هم شنیده شده، طوری که حال و هوای شهر به زمان جنگ برگشته و مسئولین از مردم خواستن تو خونه هم ماسک بزنن و اصلا از منزل خارج نشن. جالبه بدونی بندر شهید رجایی بزرگترین بندر اقتصادی ایرانه، طوری که 45% درآمد گمرکی کشور از این بندره. شدت این انفجار طوری بود که رسانه‌های دنیا دارن اونو با انفجار مرگبار بیروت تو سال 2020 مقایسه میکنن. اما به لطف تلاش نیروهای امدادیمون و مردم با غیرت کشورمون که برای خون دادن اومدن، تلفات این انفجار خدا رو شکر خیلی کمتر از انفجار بیروت بوده. ما هم از طرف خانواده جهانفکت برای تمام آسیب دیده ها آرزوی صبر و سلامتی داریم. میدونم که تو هم از این اتفاق ناراحتی و میتونی با گذاشتن یک کامنت تسلیت زیر این پست دل آسیب دیده های این اتفاقو آروم کنی. دمت گرم.